روز 23 ایون سال 2024 در ورزشگاه کولوب بازی بین دسته‌های رفشن و استقلال دایر شد. بازی‌های بین این دو تیم از کولوب و دوشنبه را همیشه یکی از بازی‌های اعظم اساسی لیگ اولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان می‌شمارند و حتی بسیاری از مخلصان و شوریان بازی‌های این دو تیم را ال کلاسیکای تاجیکی می‌شمارند و هر کدام این رقابت‌ها همیشه تا در یاد مخلصان باقی می‌ماند. اما بازی امسال بیشتر به یک اشتباه یا به تعبیر مخلصان رفشن نواقص داور در یادها می‌ماند. بحث این اشتباه در بین مخلصان و در شبکه‌های اجتماعی اینک چند روز باز ادامه دارد. بازی با حساب 1-0 به فایده استقلال انجام یافت و گل یگانه را حمدانی کمالوف در دقیقه 48 وارد دروازه رفشن کرد. کسی به گل زده استقلال ایراد ندارد. ایراد تیم رفشن و مخلصانش به حادثه است که در پایان بازی به عمل آمد. حمایتگران استقلال یک حمله‌گر رفشن را در نیم میدان زده از پای افکندند و توپ به دست یک بازیگر استقلال رسید، ولی در همین لحظه یک بازیگر دیگر رفشن ناگهان توپ را از پیش پای بازیگر استقلال گرفته و به حمله به طرف دروازه ادامه داد. او را اول در لب خط میدان جریمه پیش دادند، ولی بازیگر هرچند کلوید و توازنش را چند لحظه گم کرد، ولی بازم توپ را از دست نداده به حرکتش به سوی دروازه استقلال دوام داد. این دفعه او را در داخل میدان جریمه زده افکندند و داور از نویه شهرنو عبدالله دولتوف اشتک را کشیده بازی را من و ضربه 11 متره یا پنالتی تعیین کرد. ولی در این اثنا اول داور کنوری به عبدالله دولتوف چیزی گفت که داور از قرارش دودل شد و خواستار در اکران ور از نو دیدن این لحظه بازی شد. بعد دیدن ور داور ضربه پنالتی را بیکار کرد و از مسافه دورتر ضربه جریمه تعیین کرد. طبیعی است که این تصمیم که آخرین شانس رفشن برای برابر کردن حساب در این بازی برایشان اصولی را به خاک یکسان کرد و موج ناراضگی ها را به وجود آورد. حتی جمعی از مخلصان و مأموریت رفشن خواستند که اگر ور هم چنین غرامباز باشد دیگر در بازی های این تیم از آن استفاده نکنند. به آتش بحث یک ویدیوی کوتاه لحظه پیش اکران ور ایستادن داور عبدالله دولتوف روغنی بیشتر ریخت. در این سبب دیده می شود که داور چشمش را به اکران دوخته است، ولی در اکران بجز از رمز مسابقات لیگ اولی هیچ ثبت دیگر دیده نمی شود. البته این می تواند ثبت لحظه باشد که به سبب سرعت پست اینترنت در تاجیکستان باشد و اکران ور هنوز گشوده نشده بود، ولی به شک و گمان مخلصان رفشن افزود. شوریان در تلویزیون ورزش نیز تصمیم بیکار کردن پنالتی از طرف داور را به چالش کشیدند و گفتند اگر هدف داور خوشامد به استقلال باشد، استقلال که در صدر جدول چمپیونات قرار دارد نیاز به چنین خوشامد ندارد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا کنون به موج انتقادها از تصمیم داور عبدالله دولتوف واکنشی نکرده است و معلوم نیست که آیا این مسئله در فدراسیون بررسی می شود یا نه. ولی در روی خط از جانب فدراسیون نشر شده داوران در دیگر بازی های چمپیونات که تا 30 میلیون دایر می شود اسم عبدالله دولتوف نیست.